و وای نگم میخوایم پک بزنیم، اونم تو FC24 با 5000 تا جم و دیگه از این بهتر نمیشه. پس چنل منو سابسکرایب کن، زنگوله کناریش هم بزن، لایک ویدیو هم یادتون نره، بزن بریم سراغ. خب آقا ما اومدیم پک بزنیم که با 5000 تا جم اومدم پک بزنم ببینیم پک ها بهمون چی میفته، چه بازیکن میفته. حالا بهترین پکی که الان خود FC آورده، حالا من یه ویدیوی دیگه هم پک زنی گذاشتم توی چنلم، حتما اونم بریم ببینین که یک CB خیلی خوب گرفتم. حالا نگم براتون، بریم خودتون ببینیم. اینجا بریم تو فروشگاه و ببینیم این پک جدیدی که خود FC آورده. من میخوام دوباره بزنم و پکو ببینم دوباره هم میتونم مثل اون موقع که خرشانس بودم یک بازیکن خوب بهم بده یا نه نمیتونم بگیرم بازیکن رو. خب الان من بیام برم تو قسمت پک زنی و اینجا اینو باید بزنیم دیگه، ولی جمامون میره مثل چی، ولی باید بده به من بازیکنه رو باید بده. حالا نمیدونم. خب اولین پکو بچه‌ها میخوایم بزنیم. بازیکنای خوبی داره، ویرا داره، بعد این بازیکن اصلا زیاد لژندوش خیلی زیاده. کاسمیرویی که من واقعا اگه بهم بده خیلی ممنون میشم. این ادرسون مورایس هم داره، سالار هم داره دیگه، واقعا عالیه پکش دیگه، هیچی برای گفتن نداره. بزن بریم برای اولین پک و 300 تا جمی که داره مثل چی ازمون میگیره. خب خدایا بهم یه خوب بده دیگه، خدایا میگم FC بهم خوب بده دیگه. اگه بهم بد بدی به خدا باید قهر میکنم. بده یه چیز خوب بده دیگه، اینقدر ما رو اذیت نکن. خب حالا رسیدیم به اصلی کاری. وای 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 نه، اگه یه صحنه فکر کردم دیبروینه رو میخواد بده، آشغال داد. خب یه صحنه اومد بلژیک که اومد، من فکر کردم الان بلژیک CB دیبروینه. یه صحنه اینو گفتم که اصلا اصلا خوش شد. فکر کنم فقط میتونیم یه پک دیگه بزنیم. اگه اینطوری باشه واقعا وضعمون بده، خیلی بده اگه اینطوری باشه. وای من الان میتونم آره یک پک دیگه میتونم بزنم و این خیلی میتونه بد باشه، یعنی احتمال اینکه بهمون هیچی اصلا بازیکن بد بده خیلی زیاده و به همونجا دیگه ویدیو رو تموم میکنم و دیگه نمیشه خود، چون واقعا جمعمونم کم بود. خواستم بیشتر کنم بیام بزنم ولی دیگه گفتم بذار همینو بیام ویدیو بگیرم. خب میریم سراغ پک دوم و ببینیم بهمون چه بازیکنی میده. 1 2 3. خب اول که بهمون یک چند تا بازیکن آشغال میده، بعدش بهمون بازیکن اصلی کاریه رو میده و ببینم 2000 years later. 1 2 3. اینجا که بازیکن آشغال و یعنی چی؟ No God! این رسمش نیست. وای بچو خیلی بده فیفا. حالا ای فوتبال یه چیزی بهت میده، اینقدر بال لج نمیکنه، ولی FC قشنگ پارت میکنه. خیلی بده، خیلی بده بچه، خیلی بده و موفق نشدیم که یه بازیکن خوب از این پک‌های بد بکشیم بیرون. اصلا نمیدونستم به خدا این اتفاق میخواد پیش بیاد و بهمون بازیکن بد بده. خب دوستان رسیدیم به آخر ویدیو. حتما چنل من سابسکرایب کن، زنگوله کناری دم بزن که به من خیلی انرژی میده که بتونی ویدیوهای بعدی من ببینی. لایک این ویدیو هم یادت نره، کامنت هم بذاری که دیگه چه بهتر. خدا نگهدار.